سلام بچه ها، امیدوارم حال دلتون خوب باشه، جیبی پر از پول داشته باشین. بچه ها امروز اومدیم با آموزش میکس کردن از طریق کامپیوتر یا لپتاپ با نرم افزار کاربردی ویدیو استودیو که خیلی قوی تر از برنامه‌های کاربردی موبایل هست. شما با این برنامه میتونید میکس های حرفه‌ای انجام بدید و من اومدم این برنامه رو بهتون معرفی کردم که کسی خواست کلیپ بسازه یا فعالیت بلاگری داشته باشه، با این برنامه به راحتی میتونه کلیپ های خودش رو درست کنه. و شما وقتی از داخل گوگل این برنامه رو سرچ کنید، ویدیو استودیو X10 واسه کامپیوتر یا لپتاپ های ضعیفتر هم اجرا میشه و برنامه خوبی نسبت به ورژن های بالاترش که واسه کامپیوترهای قوی‌تر هست. و وقتی شما دانلود کردین برنامه رو و نصب کردین با همچین فضای برنامه روبرو میشید که فضای خاصی هم نداره، خیلی آسونه. شما از طریق این در این قسمت ادیت از طریق این فولدر میتونید عکس‌ها یا فیلم یا آهنگ اضافه کنید با درگ کردن و کشیدن عکس یا فیلم یا موسیقی خودتون هم به راحتی میتونید اضافه کنید به این برنامه. به این حالت نگاه کنید، به راحتی میتونید موسیقی رو در جای موسیقی بذارید و اضافه کنید. و وقتی شما وارد این برنامه شدید، حالا من اینا رو پاک کنم. وقتی وارد این برنامه شدید و عکساتون در این قسمت بالا اضافه شدن و کار خاصی نداره. شما این نوارها رو که می‌بینید جای گذاشتن این قسمت، جای گذاشتن فیلم یا عکستون میتونه باشه. به این حالت شما میایید عکس خودتون اضافه میکنید با درگ کردن یا همون کشیدنش از اون قسمت بر روی این نوار به راحتی میتونید عکستون رو اضافه کنید و سایز عکستون یا همون تایم عکستون که بخواد پلی بشه رو کم زیاد کنید با کشیدنش به عقب یا جلو به این حالت. و شما از این قسمت هم میتونید افکتاش رو انتخاب کنید. این افکتاش هستن، این هم افکت های این برنامه هست که باز هم میتونید افکت دانلود کنید و به این برنامه اضافه کنید. و وقتی شما بخواید قبل از عکس دوم یه افکت بین عکس اول و دوم بذارید، افکت خودتون رو انتخاب میکنید و به این حالت میذارید که قبل از عکس اول یا دوم این افکت اجرا شه. به این حالت میذارید روی عکس اول و عکس دوم رو انتخاب میکنید و میذارید و بینشون افکت ایجاد میشه. به این حالت همینجور که مشاهده میکنید شما پلی رو بزنید میتونید ببینید این میکس چه حالتی شد و این افکت چه تأثیری داشت. دقت کنید. میبینید این بین عکس اول و دوم هم این افکت رو گذاشت و افکت های متنوعی داره، خیلی افکت های متنوعی داره. شما میتونید استفاده کنید. عکس اول بینش این حالت افکت افتاد. بعد واسه اضافه کردن آهنگ یا موسیقی هم باز هم میتونید از این قسمت که آرم موسیقی هسته شما اقدام کنید و یا با درگ کردن به راحتی میتونید موسیقی رو در این قسمت از داخل هارد کامپیوترتون انتقال بدید به این برنامه. هر موسیقی که انتخاب کردید و این بالا رو بزنید میره
روی میکس و به ما پلی میکنه و به ما نشون میده میکستون تا الان چه اتفاقی افتاده روش و پلی رو میزنیم. و یکم کامپیوتر من ضعیفه نسبت به این برنامه. من پلی شد و چیز خاصی نداره. از این قسمت فایل هم شما میتونید ذخیره انجام بدید و یا پروژه جدید رو اضافه کنید و HTML پروژه های HTML یا اینترنتی هم میشه اضافه کرد به این برنامه که تغییراتی روش انجام بدیم و در این قسمت سیو میتونیم بکنیم که داخل همین برنامه سیو میشه یا سیو از با هر فرمتی که خودتون دوست دارین از طریق فایل هم میشه. و قسمت ادیت که آن رو بزنید میبینید که موسیقی پاک شد یا برگشت به قبل. شما میتونید مثلا من قبل اینکه آن رو بزنم موسیقی رو اضافه کردم و آن یعنی برگشت اون کاری که قبلا مثلا آخرین بار انجام دادید با آن زدن میتونید برگشت بزنید یا ریدو که میتونید دوباره موسیقی رو برگردونید به این حالت. و قسمت ستینگ شما میتونید تنظیمات این برنامه رو انجام بدید به راحتی، چیز خاصی نداره. مووی پروفایل منیجر مثلا کارهای فیلم برداریتون اینا رو باید با این برنامه که خیلی حرفه‌ای هستن انجام بدید. تو برنامه هاتون هستن. و قسمت شیر شما وقتی کارتون تکمیل شد فیلمتون رو ادیت کردین یا عکساتون رو میکس کردین به راحتی میتونید با هر فرمتی که خواستین ویدیوتون رو ذخیره کنید یا عکساتون رو ذخیره کنید. و این قسمت هم به ما نشون میده ما چقدر حافظه داریم داخل درایو سیمون و چقدر استفاده کردیم و چقدر هنوز میتونیم استفاده کنیم. و مرسی که از اینکه همراه ما بودید. خدا نگهدار. روز خوبی داشتید.